الله رب العالمین در این آیه مبارکه بندگانش را در برابر حق به دو گروه تقسیم میکنه. یک گروهی است که نستجابوا لربهم، آنانی که پیام پروردگارشان را استجابت نمودن و پیام پروردگارشان را پذیرفتن و در زندگیشان عملی ساختن. گروه دوم والذین لم یستجیبوا له، کسانی که پیام الله را استجابت نکردن، پیام الله را قبول نکردن. و یک گروه دیگه است که قبول کردن ولی در زندگیشان عملی نساختن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. در ارتباط با همین آیه مبارکه درس گذشته و شما صحبت داشتیم که الله رب العالمین در این آیه مبارکه بندگانش را در برابر حق به دو گروه تقسیم میکنه. یک گروهی است که نستجابوا لربهم، آنانی که پیام پروردگارشان را استجابت نمودن و پیام پروردگارشان را پذیرفتن و در زندگیشان عملی ساختن. یک گروه هم هست الذين استجابوا لربهم، آنانی که برای پروردگارشان و احکام و حلال و حرام و اوامر و نواهی و چیزی که پروردگار برشان امر کرده یا نهی کرده او را هم پذیرفتن و هم در زندگیشان عملی ساختن. یک گروه مردم امی هستند. برای این گروه چی اجر و پاداش در نظر گرفته شده؟ الله کریم می فرماید که الحسنى، برای چنین انسانها یا مردم حسنا در نظر گرفته شده. حسنا چی است؟ جنت. مراد از حسنا پاداش نیک است و نیکترین و عظیمترین پاداش جنت است. همون انسانها را الله رب العالمین بهشت برشان نصیب میکنه. درست؟ یک گروه دوم والذین لم یستجیبوا له، کسانی که پیام الله را استجابت نکردن، پیام الله را قبول نکردن یا قبول کردن ولی در زندگیشان عملی نساختن. اینجا اگر دقت بکنین دو موضوع است. یکی موضوع استجابت یا پذیرش و موضوع دیگر موضوع عملی ساختنش است. تعداد کسایی هستند که اصلا پیام الله را استجابت ننمودن، قبول نکردن، نپذیرفتن. انسانهای مشرک، انسانهای کافر و غیره اصلا قبول نکردن بالکل. و یک گروه دیگه است که قبول کردن ولی در زندگیشان عملی نساختن. در زندگیشان عملی نساختن.
طور مثال برشان بگویی که بزرگوار نظر شما درباره سود چی است؟ سود حلال است یا حرام؟ به زبان خودش میگه حرام، ولی میخوره. خورده روان است. خانهش گیرو، خودش در خانه گیروی، به همین شکل چند تا خانه دیگه هم داره، وارم در گیرو دادگیست، دوکانش هم در گیرو، از بانک سودم گرفته، قرض گرفته از بانک و حسابش آن چارج شده روان است. طبیعی است که قرضه هایی که از بانک گرفته میشه خو قرض حسنه خو نیست. قرض حسنه امور میگن که انسان وقتی که یک مقدار پول را به کسی میده ثوابش از الله خواهان میباشه و طلبگار میباشه و به آدمی که قرض داده از او کدام طمع، کدام توقع، کدام چیزی نمیداشته باشه که برو ما 10,000 دادیمش باز یک دو ماه بعد به من 15,000 میده. این تو کدام توقع نمی باشه، میگم پیسه خودم بته الله یارش. این خود حسنه است، ولی بانک که قرض میده و حسنه نمیده برات قرض میده، مشکلت همو لحظه یعنی حل میسازه، ولی باز امرای تو اونجا امضا میکنه قرارداد یا یک چیزی را تضمین از پیشت میگیره، سند خانه از جایداد است یا چیزی را از پیشت میگیره و میگه که اون قرض ما هر قدر زود آوردی اون خوب نه آورده، ماهانه 3,000 روپیه در حساب تو چی شده میره؟ طور مثال میگو 3,000 در حساب تو اضافه شده میره. 10,000 برات داده بام، اگر یک ماه بعد دادی چقدر میده؟ فکر که 13,000. 2 ماه بعد اگر دادیش چقدر میدی؟ 16,000. درست است؟ 3 ماه بعد دادی، فکر که هر یک ماه طور مثال ما گفتم مثلا 3,000 در حساب چی شده میره؟ و روزی میشه که دمی قرضه کوچک بانکی تو چی میمانی؟ غرق میشه. 10,000 بود آرش تبدیل شده به 10 لک. بتینه سود است نه؟ سود هر روز چارج شده رفت بالای تو، آره تو غرق شدی. شما شاید که در رسانه ها کدامک شاهدی از این بوده باشین که میگه اعلان فروش جایداد فلانی در فلان وقت به فروش گذاشته می شود، از مالک جایداد تقاضا می شود که هنگام فروش در مجلس چی باشه؟ موجود باشه. چرا می فروشن جایدادی رو؟ او سود گرفته، حالا پیسه پرداخت سود نداره، جایدادش حکومت گرفته، جایدادش محکمه گرفته و فروش میرسانه، قرضدارایش چی میکنه؟ خلاص میکنه و باقی ماندهش اگر ماند اونه و خودش داده میشه، اگر نماند دیگه. و عرضم کجاست؟ عرضم این است که یک مسلمان پرسان کنی که سود چطور است؟ حلال است یا حرام؟ میگه حرام. ولی امی لحظه از بانک چی گرفتگیست؟ خورده روان است. ای کی است؟ ای امو کسی است که والذین لم یستجیبوا له، ای گویا پیام الله را استجابت نکرده، نپذیرفته به این معنی که بپذیره که عملی نسازه هم نتیجه نمیده.
عملی ساختن خیلی مهم است.